سلام خشایار جان، خسته نباشی. من امروز متاسفانه پراپ چهارمم از دست دادم. یعنی دو تاشو تا فاز یک بردم، بعدش حالا دیگه درادان کلی خوردم، متاسفانه از دست رفت. الانم دیگه تقریبا پول چالش هم ندارم بگیرم. واقعا نمیدونم چیکار کنم. کار خاصی هم به نظرم نمیرسه برم انجام بدم. نمیدونم. سلام، خوبی؟ ببین اشکال نداره. من خودم خیلی هفته فوق العاده ای نبوده. یه ذره فاصله بده تا آخر هفته. من خودم نمیخوام بزنم. تا آخر هفته فاصله بده. بعد هفته بعدی من چیز میکنم. سلام خشایار جان، خسته نباشی. آقا علی یادت باشه من حدود یک ماه پیش، هفته پیش یه پی ام دادم به شما، یه وایسی دادم، گفتم که دیگه آخرین پراپی که میتونستم بخرمم حالا اونم فیل شد و تموم شد و رفت. خب بعد اون قضیه حالا من یه پیشنهاد کاری داشتم. بالات هم دیدم، بعد دیدم سودا رو فرستادی اصلا. واه. عزیزی آقا، هر چی داریم از شما. گفتی همه حسابامو از دست دادم، 4 تا پراف از دست دادم، دیگه هیچی هم نیست و فلان و آره خب چی شده بود؟ والا واقعیت هم دیگه من کلیت 500 و خورده دلار سرمایه داشتم. خب یه لحظه اینستا شما رو دیدم، گفتم کلاس منتورینگ رو شرکت کنم. اون موقع هم باز نبود کلاسه. خب بعد خدا خواسته حالا 2-3 روز بعدش باز شد. من گفتم دیگه خسته شدم، انقدر ضرر میکردم، انقدر اذیت میکشیدم، دیگه گفتم خسته شدم، باید استارتو بزنم، حداقل یه مسیری رو برم که مشخص باشه چی به چیه. مهم. بعد نشستم با خودم حرف زدم، گفتم که حالا من 500 تا دارم، یکمشو بدم منتورینگ، بقیهش هم حالا اوکی بود پراپ میخریم و میریم جلو ببینیم چی میشه. اون موقع هم حالا سر کار هنوز نرفته بودم، خب وضعیتم زیاد اوکی نبود، فقط میشستم ترید میکردم. همین نشستن و ترید کردن خودش یه کوچولو اذیت کننده بود. بعد خب منتورینگ رو شرکت کردیم، با شما آشنا شدیم، یه کوچولو رفتیم جلو. من اکانت اولم، چالش اولش رو با 2 تا ترید پاس کردم. همون باعث شد که یه کوچولو سخت بشه ماجرا دیگه. گفتم دیگه این دیگه آخرشه، تمام. من رسیدم و فلان و گفتم دیگه الان رسیدم به همه چی. فاز 1 رو پاس کردم. بعد اینکه فاز 1 رو پاس کردم، خب فاز 2 پرید. فاز فاز دشمن 2 پرید. حالا این یه فکت جالبی هم که هست اینه که فاز 2 با اینکه 4% یا فشارش 5% از بیشتره. فاز 1 سخت تره. آره اینطوری نیست؟ درسته، نه درسته، چون همه ذهنیت اینجوری آره میشه که آقا من چیزو رفتم دیگه، من الان نصف مسیر رو 8% رو پاس رفتم. کردم، آره الان دیگه 4% خیلی راحت اونو پاس میکنم. آره من همینطور رفتم جلو، فاز 1 رو پاس کردم، فاز 2 رو موندم. بعد جلوتر که رفتم دیگه اصلا سخت‌تر شد. من تقریبا 3-4 تا اکانت از دست دادم کلا. خب فاز 1 رو پاس کردم، فاز 2 رو نتونستم پاس کنم. بعد پراپای مختلف گرفتم دیگه، به جایی رسید که دیگه سایزا چقدر من به بود؟ شما یه وایسی دادم. چی؟ سایزای اکانتا چقدری بود مثلا از دست دادی؟ سایز اکانت 5K 10K زیاد 5 و 10 بود. سایز چیزی نبود. مهم. آره، نه که اولش بود پول زیادی هم نداشتم، کلا اون بهتر یه اصلا. 200-300 دلار پول داشتم، اونم که اونطوری شد. 2-3 تا اکانت خریدم. خب بعد رفتیم جلوتر، آخر سر دیگه یه اکانت گرفتم، تقریبا پولم صفر شد مهم. دیگه، علنا صفر شدم دیگه.
به شما یه وایسی دادم، یادتون باشه گفتم دیگه من آره صفر شدم، هیچی ندارم دیگه، همه حسابا رفته بود چه تمام وضعش. شده همه چی. آره دیگه صفر صفر شده بودم. شما گفتی حالا یکم استراحت کن، من بهت یه اکانت دیگه میدم، رو اون ترید میکنی، حالا این هفته رو استراحت کن. آره بعد این ماجراها من یهو رفتم چیز سرتیفیکیت کردم. اومد. نه نشسته بودم، یه رفیق دارم خب اومد گفت ما تو مغازمون یکی رو میخوایم که بیاد با ما کار کنه، حالا یه شخص معتمدی باشه که بیاد با ما کار کنه و بریم جلو دیگه. خب مثلا دیدم که این حرفو گفت، خود منم دنبال کار بودم، چون میخواستم پول چالش رو جور کنم دیگه، پول چالش اصلا نداشتم، خب یا باید پول چالش رو یه جوری جور میکردم یا هم که دیگه باید میرفتم سر کار. حالا شما یه حرفی هم که گفته بودی این بود که حالا یکی از بچه ها هم مثال زدی، گفتی رفته کبابی زد و آره فلان و آقا محمد که چیزش هم یوتیوب گذاشتین دیگه. آره بعد من رفتم چیز کردم، کارم رو شروع کردم. اولش خیلی سخت بود، خدا رو شکر صاحب کارم هم یه جوری بود که حمایت میکرد، اصلا اونطوری نبود که مخالف باشه. بهش گفتم من صبح تا ظهر رو میام، عصر هم میام، ولی داستان اینطوریه که من ساعت 5-6 به بعد توی تایم نیویورک اینطوریه که من باید معامله کنم. خب اونم خیلی قبول کرد استقبال کرد، چه خوب. آره گفت اوکی با هم معامله میکنیم. سیگنال بده. من حالا اونجا هم میرسم که الان اوه داریم با هم دیگه ترید کار میکنیم، دارم یاد میدم، حالا خب داریم میریم جلوتر. بعد رفتم مشغول به کار شدم، یه اکانت 5K گرفتم، یکی از حالا یه جا تو کریپتو یکم پول داشتم اونا در آوردم، یه اکانت 5K گرفتم. بعد یکی از بچه ها یه بونوسی فرستاد، یه تخفیفی فرستاد تو گپ، یه اکانت 15K بود که 30% تخفیف داشت. بار اول هم که ثبت نام میکردی مهم. یه $10 هم بهت خودش بونس میداد. خیلی قشنگ بود. من این اکانت 15K رو تقریبا $47 خریدم. خوبه خیلی جالبه که من این دوتا اکانتو از وقتی که رفتم شروع به کار کردم کلا، نه که ذهنم مشغول کار بود، قبل اوپن حالا نیویورک من میشستم پای چارت یه خب تحلیل کوچیکی میکردم، بعد معاملم انجام میدادم، یعنی ذهنم اونقدر مشغول چارت نبود مهم. که 24 ساعت بشینم پای چارت و ببینم چی به چیه. این خیلی بهم کمک کرد، خیلی آره اصلا بهم کمک کرد. خیلی تاثیر میذاره. بعد یه اکانت 15K داشتم، یه 5K. حالا خب با صاحب کارم داشتیم حرف میزدیم، همینطوری بهم گفت حالا عامیانشو بگم تریدر باید جیگر داشته باشه. آقا خب این حرفو زد به من اصلا به طرز عجیبی تریدام کلا عوض شد، خب کلا افتادم تو سیکل سوددهی. یعنی از اون موقع من توی 2 هفته هم اکانت 5K رو پاس کردم، هم 15K رو پاس کردم. بعد 2 هفته بعدش من ارزم به خدمت اکانت 15K رو ترید کردم یکم، به سوددهی رسیدم، سودش رو گذاشتم کنار.
حالا اکانت 5K رو از دست دادم. اکانت 5K رو سود از دست کردی دادم. 15 رو گذاشتی کنار، رفتی 5 رو زدی، بعد 5 از دست دادی. رفتم 5 رو زدم. 5 رو از دست دادم. توی فاز ریل بود دیگه. آره 5 رو از دستش دادم. 15K رو یه دونه برداشت زدم. حالا برداشتش 30 روزه بود. همین سیکل 30 روزه خودش یه کوچولو داستانه دیگه واسه خودش. آره باعث میشه که آدم ترید بکنه، هی بخواد ترید بکنه. واسه همین خیلی خوب شد که من 2 تا اکانت داشتم. حداقل روی یکیش تایم تو گرفت، همون که رفت اون داشت دقیقا فداکاری میکرد دیگه. منو بزن برم دقیقا اون یکی نره. دقیقا اونطوری شد. اون یکی اکانت رو پاس کردم. 2 تاشم رو در واقع پاس کردم. 15K رو تقریبا اولین سودم حدودا 1200 خورده ای تا شد. گذاشتمش کنار. بعد اولش آخه سود من 1000 تا بود تقریبا. بعد به پشتیبانیش یه PM دادم، گفتم این قانون 80% چیه و فلان و بهمان. گفت من چون 2 تا ترید همزمان داشتم، هم جهت بودن، گفت به این گیر میدیم، یعنی اکانتو کلا صفر میکنن. من گفتم اوکی، من یه ترید دیگه هم میزنم. اصلا اعتماد به نفسم انقدر بالا رفته بود، خیلی راحت خیلی راحت فرداش تریدشو زدم. یه کوچولو بیشتر هم سود کردم، یه 200 تا 300 تا بیشتر سود کردم. گذاشتم واسه برداشت. اونو گذاشتم واسه برداشت. بعد اون یکی هم که از دست دادیم. بعد این پراپی چقدر یه چیزش برداشت خوب بود؟ بود. 1200 اولیش بود. 1200 خورده ای تا بود فکر کنم. فرستادم واسهتون. آره اونو گذاشتم واسه برداشت که 1000 تاش مال من بود دیگه. 1014 تاشو به من دادن. اون یکی برداشتم اونو از همین گذاشتم واسه بود. برداشت. چی؟ یه برداشت دیگه هم فرستاده بودی؟ اونم از همین پراپ اونم بود. از همین است. آره. خب یه چیزش که خوب بود، برداشتش 7 روزه بود. من اونو دومیه. برداشت زدم. خیلی قشنگ بود. من اونو برداشت زدم. هفته بعدش اون یکی اکانتو شروع کردم. توی 3 روز تقریبا 1700 تا سود کردم روش. یعنی 3-4 تا معامله زدم، شد 1700 تا سود. دیگه گفتم معامله نمی کنم، ولش کن، میذارم واسه برداشتش هم یه هفته ایه دیگه، بذاریمش واسه برداشت. معامله نکردی دیگه؟ هیچی دیگه. نه دیگه معامله نکردم. اونم گذاشتم برداشتشو زدم. یعنی قوانینش به شدت سفت و سخت بود. حالا منم که دیگه یه کاری کردم، حالا تقریبا بالای 7-8% روی اکانت سود کردم. گفتم آره اینطوری برداشتشو زدم. 2 تا برداشت زدم. اصلا خیلی واسم تجربه جالبی بود. منی که تا اصلا حالا خیلی خوبه. تو یه چیزی رو من کلا بپرسم، سود تو نکردم. 500 رو شروع کردی گفتی مثلا بیام منتورشیپ و فلان اینه، یا قبلش ضرر کرده بودی؟ قبلا 1000 تا بالانس داشتم. خب همینطور تو بروکر داشتم ترید میزدم. خب ترید میزدم، نصفشو ضرر کردم دیگه. نصفشو ضرر کردی. همینطور. آره به دیگه گفتم نسبت باید دیگه خیلی واقعا الان خیلی جویی از این نظر. می‌دونی نه، من اکثر با 2-3 مدیریت هزار. سرمایه میرفتم جلو. واسه آره همین آروم آروم ضرر میکردم، نه ولی خیلی بازم ها نصف اکانت. مثلا الان استارتشون مثلا منفی 4-5 هزارن همینجوری. منفی 500 خیلی هم زود در اومده. مثلا از من 500. اوایل کار آخه کریپتو شروع کردم. آره اونجا هم ضررایی کردیم. بعد کریپتو رو گذاشتم کنار، کلا اومدم سمت فارکس. کار خوبی اصلا کرد. یه جوری چارت بود که من 10 تا 15 تا چارت میذاشتم جلوم، هیچ کدومم نمیتونستم ترید خوب بکنم، چون هر چارت واسه خودش یه تحلیل خاصی داره، یه سیکل خاصی داره، دقیقا یه حرکت خاصی داره. دقیقا من حالا نمیتونستم رو همشون خوب معامله بکنم. واسه همین دیدم که تخصصی توی یه
نماد داریم کار میکنیم گفتم منتورینگ رو شرکت کنم، حداقل تخصصی توی یه چیز برم جلو. این به نظرم بهتر بود اینطوری. خیلی هم عالی. من اصلا برداشته رو دیدم مثلا گفتم چی شد بابا ایول. اصلا چی شد که اینطوری شد؟ چرا همه بیکارن داد مثلا سر کار میرن تریداشون خوب میشه، اصلا یه فلسفه عجیبی داره واقعا. من اونطوریه، من اصلا رفتم سر کار کلا سیکل زندگیم عوض شد، هم توی کار هم توی زندگی خیلی عوض شد واسم. اصلا خیلی این نظم که میده به ترید، خیلی نظم میده. من خیلی دیدم که به تریداشون نظم میده، دقیقا طرف میره سر کار و خیلی خوب بوده دقیقا گفته که آقا اوکی ساعت 5-6 برو ترید تو بزن. آره گفت اوکی. حالا الانم داریم با هم کار میکنیم که اونم یاد بگیره. حالا یه پولشو بگیره، انسان چی؟ پولشو بگیر باش ترید کار میکنی. نه دیگه، اون به من یه حال خوبی داد. اکانت 15 رو که میگرفتم یه مقدارشو لطف آها کرد به من داد، گفت اکانت رو بگیر ببینیم چی کار میکنی. به به آره خیلی عالی، عین داداش بزرگمه، خیلی خیلی چیز عالی. میکنه، حمایت میکنه. خدا رو شکر اوکی. الان پلن چیه؟ الان چه میکنی؟ الان که گفتم اول صحبتمون گفتم یه 2 همونو هفته یه بگو. که تو سیکل ضرر افتادیم. وضعیت پراپت خیلی چجوریه؟ داستان بالا. 2 تا اکانت داشتم، قشنگ 2 تاشم از دست دادیم. الان اکانت یه چند کای بیسکای بود؟ دیگه گرفتم، یه 50K بود که میخواستم پاسش کنم، همون اول از دست یه رفت. ذره یه دونه ببین 15K یهو داشتم. سنگین پریدی دیگه، یهو سنگین پریدی رفتی 50. یهو هم نبود، حالا گفتم 2 تا برداشت زدم برم یکی بگیرم دیگه. نه مثلا میرفتی 25 مثلا، حتی میشد 50 ولی خب میدونی یه ذره نمیدونم فشار شاید. داره دیگه تو 4 آره تایی که از دست دادی 5 و 10 بوده دیگه، یه دقیقا. دفعه شد 50. یه کوچولو از نظر ذهنی فکر کنم فشار اومد. مارکت هم خوب تکون نمیخورد، این همش ذهنم نبود، آره این خوبم 2 تکون هفته نمیخورد. یکم سیکل عوض شد. آره منم بیشترین ضرری که کردم به خاطر این بود که خلاف جهت میزدم منفی که همش میخواستم نرفتی، چیزو بگیرم. هنوز چی؟ مثبتی دیگه از سودایی که گرفتی. آره بابا آه. سودایی که گرفتیم کلیت مدیریت مثبتم. کن. آره آره مدیریت میکنم ولی خب دیگه طبیعیه، میدونی خشایار جان، این سیکل نباشه، این ضرر رو نکنم اصلا داستان خوب نمیشه. آره خیلی اصلا عجیب بود. من تو یه ماهی که گذشت، تو یه ماه معاملاتی من تقریبا 2-3 روزش رو ضرر دادم. آره خیلی عالی. خیلی یعنی خیلی یعنی تجربه عجیبی بود. من توی یه ماه معاملاتی تونستم تقریبا شاید از 20 روز مثلا 18 روزش رو مثبت باشم. واو. چه حسی داشت برداشت رو زدی؟ والا دیگه زندگی عوض شد دیگه. یه کوچولو تغییر کرد کلا همه چی، کلا عددا تغییر کرد. چیزی خریدی؟ منی که تا دیروز چیزی خریدم، رفتم واسه خودم یکم لباس خریدم، به خودم رسیدم. واو. نمیدونم حال دندونامو دادا. یکم آره درست کردم. خیلی عجیب بود تجربهش. این برداشته خیلی حال ولی داره. آره واقعا خیلی حال میده. اونم از 15K برداشت زدم واسه اولین بار. خیلی زیاد، خودشم یه بیشتر از رقم 10% بزرگی برداشت. برداشتایی که زدی فکر کنم دیگه. دقیقا. یه 10% تو حالا یه ماه، یه 10% هم تو یه هفته. تو یه هفته خیلی خوبه. اصلا تو 3 روز، آره تو 3 روز من 1700 تا سود کردم. خیلی دمت گرم واقعا، واقعا دمت گرم، عالی شنگ بود. بود. قربونت عزیزی. آره بریم راجع به یکم سیکل ضررده حرف بزنیم. تجربه های ضرری رو بگو، چی آموختی نظرت چیه؟ بگو. چی آموختی؟ والا واقعیتش
این 2 هفته‌ای که گذشت من خیلی پافشاری کردم که خلاف جهت ترید بزنم. خب اصلا هر تریدی که زدم خلاف جهت روند بود. همین باعث شد که ضرر بکنم. کلاً هر چی که زدم خلاف بود دیگه. چرا خلاف زدی؟ چرا خلاف زدم؟ چون همه سودایی که اونور کردم از سل بود. آها یعنی اونور رونده قشنگ نزولی باید بود. برعکس میکردی دیگه، چون این سه قشنگ بای بود دقیقا همش. همونو باید برعکسش میکردم. همونو برعکس میکردی قشنگ مثل همون میشد نتیجه. این هفته دوشنبه هم یه اوپن چیزی داد، خوب داد. آره حالا فرصت ورود آنچنانی نداد ولی چون من انتظارشو داشتم گرفتمش. یه ریوارد 3 گرفتم ازش. بعد همونو پس دادم به بازار. 4% ضرر کردم اومدم بیرون. آخ آخ آخ. خیلی قشنگ. چرا؟ چون همش خلاف جهت میزدم. میخواستم خلافشو بگیرم. منم خودم زیاد زدم این هفته خلاف. با خبر اومد آره. از این دیپسیک و فلان، انویدیا 20% ریخت. چقدر ریخت؟ داو جونز پامپ شد رفت بالا. چند شنبه؟ 3 شنبه بود. من 2 بار 3 مراسم بار سل تعریف زدم. ترامپ و فلان و اینا هم بود. آره حالا اونا هم اینا چند هفته اخیر بود کلا دیگه. رفت بالا اصلا نیومد پایین. آره منم هرچی سل زدم اومد استاپ زد. اب نداره. ولی این پراپ خوبه دیگه در کل. در انگار کل داره همینه دیگه، حساب میاد و میره اصلا. دقیقا انگار داره چند پله جلو میندازتت. آره من الان پاشم یه اکانت 50K پیدا کنم باید از کجا 50K رو جور بکنم. آره. طبیعتا بهتره که آدم پراپ کار کنه. نه با اصلا. اینکه حالا محدودیت زیاده اذیت زیاده ولی آره بازم ارزششو داره. اصلا اینجوری بهش نگاه کن، $500 الان مثلا 1200 1500 مثلا سود کردی شده 2500 اصلا. $500 تا 2500 500% سوده رو بروکر. خودش کم نیست. خب دیگه چی از ضرر رو؟ دیگه چی از ضررام؟ واقعیتش اوایلش یکم واسم سخت بود ضررایی که میکردم. چون اصلا از یه سیکل یه ماهه سوددهی در اومدم وارد یه سیکل ضررده اذیت کننده شدم. آره. فقط و فقط مثلا میگم 2 تا 3 تا ترید میکردم باعث میشد من اوور ترید بکنم. باعث میشد با بازار وارد جنگ بشم. میدونی چی میگم؟ یعنی هی میخواستم ازش انتقام بگیرم. آره سل میگرفتم استاپ میزد دوباره بالاتر شادو میداد سل میگرفتم دوباره استاپ میزد دوباره وارد معامله میشدم. خودشم ریسکم آورده بودم پایینتر 1% کرده بودم. همین باعث میشد معاملات بیشتر بیشتری بزنی. بگیرم. آره ببین باید قشنگ اوور محدودیت رو ترید بذاری میکردم. برای خودت دیگه. تو مثلا گفت 2 تا میزنم دیگه، چه با ریسک 2 تا با ریسک 1 دیگه همونو بزن. بعضی هم مثلا 2 میزنن بعد سریع ریسک فری میکنن، 2 تا ریسک فری حساب میکنن بعد خب میگن خدا 2 تا دیگه هم بزنیم ریسک فری دیگه. ولی نباید چیز کنیم. این تصمیم گیریت به هم میریزه، یه ذره احساسات قاطی میشه بعد این که چند تا استاپ میخوری یا چند تا تریدت که نمیره. اما اصلا باید فاصله بندازی. الان تقریبا فردا و پس فردا رو دیگه ترید نمی کنم چون اصلا از لحاظ ذهنی و روحی اوکی نیستم. آره ترید بکنم میدونم که ضرر میکنم چون اون پوزیشن های خوبی که هست اونا رو نمیگیرم از سر ترس. یه اون کاری کن پوزیشن های دمو ضرر بزن. ده یا دمو میزنم یا کلا یکم دور میشم از بازار. آره خوبه. آره ببین این هر چند بهتره به وقت یه بار نظر. لازمه اصلا. فاصله دقیقا لازمه. چه سود باشی چه ضرری باید چیز کنی. میخوام یه فاصله ای بدم حداقل یه 2 روزی تریدو نکنم. بعد از دوشنبه استارت بزنم. دوشنبه این هفته هم خوب استارت زدم ولی خب دیگه این اوور تریده باعث شد که کل سودو تقدیم بازار کنم.
یه 4 درصد هم خودم بدم بهش، اینطوری در اومدم. آها. ستاپ چیا میزدی؟ چجوری میزدی؟ ستاپ اکثرا اوپن رو میزنم دیگه. همون کندل اوپن رو اول یا میزنم، کندل دوم؟ کندل اول رو میزنم، اوپن میزنم. حالا اون موقع در جهت روند مارکت میزدم، نه که نه روند نزولی بود، در جهت روند میزدم ریواردهای خوبی میداد. 2 3 زیر 3 نمیگرفتم ازش. آره، یا اوپن رو میگیرم یا هم که حالا هانت سشنا رو میگیرم دیگه. این دوتا. حالا یه چیزایی هم ترکیب میکنم، یه چی خط ترکیب؟ روندی باشه، یه سطح مهمی باشه، خط اینا روند رو هم ترکیب ترکیب نکن. میکنم. آخه جواب میده. جواب میده؟ اگه جواب همین هرچی دوشنبه جواب خط میده رونده اوکی. جواب داد. اگه آره، جوابه که اوکی. نه جواب میده خدا رو شکر. نظرت در مورد بک تست و ژورنال و اینا چیه؟ بک تست و بود و ژورنال. نبودش آیا تاثیر میذاشه یا نه؟ بک تسته که اصلا عجیب غریب بود. بک تست زدن یعنی کلا یه لول جدیدی واسه من چیز کرد، باز کرد. تا به چطور؟ حال من نشسته بودم که بک تست بزنم، توی یه برنامه خاصی بشینم بک تست بزنم ببینم استراتژیم جواب میده یا جواب نمیده. این بک تستایی که زدیم حالا خیلی روند و تغییر داد. به نظرم بک تسته اصلا شاید 50% بک تسته چیز کرد، تأثیر گذاشت. ژورنال چی؟ ژورنال هم از وقتی که ضرر کردم دار ژورنال نمی نویسم. ببین اشتباهه دیگه. ببین احتمال میدادم آره. بگی اتفاقا. ببین همینه، یعنی سود کنی آدم هیچی بشه حال نمیده. اسکرین بگیر، ژورنال تق 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 آره مثبت انقدر میبندی. دقیقا ولی مثلا با حال ضرر خوب. باشه حس و حالش نیست اصلا. آره دقیقا سودو ولی که میکردم حالا میشستم با حوصله ژورنالا رو عکسای مینوشتم. خوشگل ازش اسکرین بگیر. آره عکسای خوشگل رو میگرفتم. الان ولی به ضرر واجبتره، افتادم. ضرر رو واجبتره ژورنال کنی، نگه نه داری هر از ژورنال. گاهی ویدیو میگیرم با خودم حرف میزنم بیشتر. خوبه، ضررهایی که کردم و یه بررسی میکنم، ویدیو میگیرم با خودم حرف میزنم، خیلی میگم خوبه. کجا چرا ضرر کردم، آره خوبه، دلیلش چی بوده. خوبه. آره خیلی هم اینا رو عالی. چیز میکنم. دیگه چی خودت حرف قربانتون. دلی میخوای بگی بگو بیننده ها. دیگه چی؟ واقعیت امر من اصلا حدوداً بالای 4 5 سال تو بازارم. خب کلا به یه جایی رسیده بودم که فکر نمی کردم اصلا از این بازارا بشه پول در آورد. به یه سطحی رسیده بودم که حالم خراب بود، میگفتم دیگه نمیشه از این بازار پول در آورد، همش الکی و فلان و بیسار و. ولی حالا این سودایی که کردم کلا روند رو عوض کرد. نه که اومدم روی یه نماد چیز کردم، روی یه نماد حرفه‌ای تر شدم، اصلا میشینی حرکاتشو در میاری، آشناه. آدم آشنا میشه بهش دیگه، آدم میفهمه مثلا داو جونز امروز اینطوری حرکت میکنه، مثلا اینجا بره اینطوری میشه. اینا رو آدم میشینه بررسی میکنه، قشنگ حرفه‌ای میشه توی نماد. حالا بعضیا بیشتر طلا و داو جونز میزنن، اکثریت من اونایی که دیدم حالا بیشتر طلا و داو جونز میزنن. من حالا تو این حرفه‌ای تر شدم به نسبت از اون موقع یه کوچولو داستان فرق کرده، بهتر شده. این حرف چیزت اینه که حرف اصلیت اینه که یه نماد تمرکز کنن بیننده ها. دقیقاً حرف اصلی همینه. یه نمادو حرف خوبی هم از توی حقیقت. یه سشن خاص، توی یه تایم خاص درصد قشنگ آدم مشخص، بشینه ستاپ روش حرفه‌ای مشخص. بشه. دقیقا. دقیقاً همه چی مشخص، ببین خیلی راحت آدم میره جلو. اتفاقا خوب ضررم مثلا گفتی. ببین اتفاقا خیلی ها اصلا عادت ندارن دیگه.
میگه مثلا خیلی ها رو تصور کن حالا مثلا تو اون فازن که مثلا داری میگی من حسابم رفته نمیدونم چیکار کنم، بعد یهو مثلا آقا یهو مثلا اینی برداشت مثلا زد. بعد این برداشته یهویی نیست دیگه، یه سلسله مراتبی بوده، اون چیزا اون حسابایی که از دست رفته هر کدومش بهت یه چیزی یاد داده دیگه، اینا هر کدومش یه پله میشه که یهو میرسه آقا یهو به این برداشته. دقیقاً واقعا هم اونطوری. عالی و وقت خدایی خیلی خوشحال شدم برای برداشته، دمت هم گرم واقعا. قربون شما گفتم اینم عزیزی، بگیریم. ما هر چی داریم از شماست. قربونت، نه بعد تمرین خودتو فلان و اینا کارهای خودتو، ما هم فدای خوشحال شما میشیم. عزیز. قربونت. قربون شما. اینم میذارم یوتیوب بچه ها ببینن لذت ببرن.